پایه چهارمضرابی سه راست چپ. این پایه چهارمضرابی که من نام اون رو سه راست چپ گذاشتم و البته چون در گوشه طرب انگیز دستگاه ماهور به کار رفته به اون پایه چهارمضرابی طرب انگیز هم میگم. به روایت استاد داریوش طلایی از استاد اکبرخان شهنازی اسم این قسمت رو و این فرم رو 2 تا 1 عنوان کردن که به نظر من عنوان مناسبی نیست و همون سه راست چپ یا فرم طرب انگیز مناسب تره برای این چهارمضراب. این چهارمضراب در تار بسیار پرکار برده و به این شکل ادا میشه 1 2 3 4 که چهارمی چپ میخوره. به خاطر همین 3 تا راست داریم، یه دونه چپ داریم. حالا میتونه نوت اول بم باشه یا میتونه در جملات به کار بره یا از سول بیاد.